بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. در درس دوم کتاب بیان فضل علم السلف علی الخلف که توسط علامه ابن رجب حنبلی متوفای 795 هجری تعلیف شده و در مورد فضیلت علم سلف نسبت به علم خلف بحث میکنه. بسم الله الرحمن الرحیم. ما شما در این قسمت رسیدیم که ولذلك جاءت السنة بتقسیم العلم الى نافع و الى غیر نافع. در این قسمت رسیده بودیم ما شما ولذلك و به همین خاطر جاءت السنة، سنت به چی آمده هست که جاءت السنة الى تقسیم العلم بتقسیم العلم الى نافع و الى غیر نافع. پس اینجا در احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم ولذلك جاءت السنة به می خاطر میگه سنت آمده، احادیث آمده هست به تقسیم العلم، به تقسیم علم. در سنت هم قسمی که قرآن تقسیم بندی کرده بود در سنت هم تقسیم شده الى نافع و الى غیر نافع و نافع و غیر نافع. والاستعاذة من العلم الذي لا ينفع. برلاوی از این رسول الله صلی الله علیه و سلم که تقسیم کرده علم به نافع و غیر نافع، از رسول الله صلی الله علیه و سلم از علمی که منفعت نداره از رسول الله صلی الله علیه و سلم به الله پناه جسته است. والاستعاذة من العلم الذي لا ينفع، پناه جستن از علمی که منفعت نداره. و سوال و دیگه سوال کرده و دعا کرده رسول الله صلی الله علیه و سلم العلم النافع، که علم نافع الله برش نصیب بکنه. در اینجا چند نقطه هست که 3 نقطه هست در حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم که تقسیم شده در 3 نقطه اساسی. یکی که علم نافع و غیر نافع، یک بخش احادیث است که رسول الله صلی الله علیه و سلم بیان کرده. دومی نقطه که بیان کرده او چی هسته؟ او پناه جستن رسول الله صلی الله علیه و سلم است از علم‌هایی که منفعت نمیرسانه. و سوم نقطه که در احادیث است که سوال العلم النافع، که همیشه انسان سوال بکنه از چی؟ از علمی که او منفعت داره. کدام علم منفعت داره؟ علمی که منفعت داره یعنی علمی که بر انسان منفعت برسانه. چون ما شما خواندیم که بعض علما هست که در اصل منفعت داره، لکن کسی که او علم میگیره نظر به مشکلاتی که خودش داره تحت تاثیر خواسته های دنیا میشه و یا تحت تاثیر نفس و اهوای نفس میشه، بنابراین همون منفعت نمیگیره. مثال هاش مثلا ففي صحيح مسلم عن زید بن ارقم، در صحیح مسلم از زید بن ارقم ان النبي صلی الله علیه و سلم کان یقول. و شما متوجه از این نقطه هم باشین که در قسمت احادیث وقتی که شما مین و میگه صحیح مسلم، صحیح مسلم در حدیث شماره 73 و همچنان در حدیث 2722 این حدیث ذکر شده. لکن متوجه باشین که اصل نام کتاب صحیح مسلم که است، این شهرت پیدا کرده به نام صحیح مسلم، لکن اصل نام کتاب چی است؟ المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل الى رسول الله صلی الله علیه و سلم. یعنی نام کتاب چی است؟ اصل المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل الى رسول الله صلی الله علیه و سلم. یعنی کتاب خودی که کتابش مسند است، با سند است، سند صحیح است، به شکل مختصر ذکر شده هست، یعنی کل احادیث ناورده است
چه قسم این کتاب خدا ساخته است؟ این مسند خدا که صحیح مختصر است به نقل العدل عن العدل، عدل از عدل الى رسول الله صلی الله علیه و سلم، تا که به رسول الله صلی الله علیه و سلم میرسند. پس در این حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم دعا میکنن. چی میگن؟ کان یقول اللهم انی اعوذ بک من علم لا ینفع. رسول الله صلی الله علیه و سلم پناه میخواست به الله از علمی که منفعت نمیرسونه. یعنی در اینجا خواه خود مشکل در خود عالم باشه، کسی که درس میخونه، که او سبب چی شود؟ سبب ازی شود که تحت تأثیر غرایز و تحت تأثیر خواسته ها و دنیا طلبی شود. اینال رسول الله صلی الله علیه و سلم برای ما و شما درس میده. از چی؟ که از او علمی که منفعت نمیرسانه. و گفتیم که علم به دو شکل منفعت نمیرسانه. یکی ای که مشکل در خود انسان باشه، مشکل در علم نباشه، یا یکی مشکل در خود علم باشه، مثلا علم سحر یا علم فلسفه یا علم علوم، مثلا کتاب های که حالا فعلا پیدا شده هست. مثلا بسیاری کسا بعضی علوم میخوانن و این علمشان سبب چی میشه؟ سبب کفرشان میشه. بعضی کسا هست که علمش سبب چی میشه؟ سبب کفر میشه. مثلا در افغانستان در زمان کمونستا یک تعداد زیاد خواستن که علم یاد بگیرن. اونا کی بودن؟ مثلا کسایی که خلقی و پرچمی شدن. اینا میرفتن اکادمی علوم اجتماعی بود. این اکادمی علوم اجتماعی مربوط بود به چی؟ به اکادمی لینن که در شوروی وقت بود. وقتی در اینجا اینا میخواندن، اما ماتریالیسم میخواندن، ماتریالیسم دیالکتیکی میگفتن. وقتی او را میخواندن، در اونجا نظریات مارکس بود و انگلس بود، لینن بود، چون اونا ماده پرست بودن و کافر بودن و ضد دین بودن. بنابراین این شخص با خواندن اینمی 2 سال یا 3 سال یا 4 سال یا چند ساله که میخوان، بالاخره از این انسان یک کافر بیدین مطلق جور میشد. اللهم انی اعوذ بک من علم لا ینفع. ما تو پناه میجویم به علمی که منفعت نرسانه. و همین قسم ما وقتی که در پانتون کابل در صنفهای علوم اجتماعی میرفتیم، دختر یک پسر که در اونجا میامد درس میخوان، صنف اول میدیش خوب دیندار مسلمان با ایمان با تقوا با عقیده. امو صنفه که صنف 4 میرفتی، صنف 3 میرفتی، صنفهای 4 میرفتی، در سمسترهای آخر جونی 8 سمستر کلش چی رو خوانده؟ استادای اونمو اکادمی علوم اجتماعی که بود، اینا از اونمو از اونجا استادایی که اینجا هستن برای همین کفریات درس میدادن و بالاخره شاگرد میدی که این در اینجا چی شده؟ کافر شده است. پس بسیاری از علما هست که انسان وقتی که میخوانه، یه علما چی میباشه؟ علمای هستن که لا ینفع هست. و سبب چی میشه؟ سبب کفر میشه. خود علم مشکل در خود علم هست. بسیاری مثلا پانزایی حقوقی که در بسیاری از پانتون ها خوانده میشن، ایره هم با تجربتا دیدیم که در پانزایی حقوق اللهم الا من نجا، مگر اینکه الله نجات بده. بسیاری جوانایی که در پانزایی های حقوق درس میخواندن، با خواندن درس های حقوقی که در اونجا استادهای دیدین درس میتن، بسیاری وقتا سبب میشد که چی هست؟ این شاگرد در شبهات و بالاخره وقتی میدیدی که اگر یک 10% 20% شاگردان نجات پیدا میکردن، 80% دیگر بسیار مشکلات اعتقادی میداشتن. اللهم اینی اعوذ بک من علم لا ینفع. پس انسان به الله از هر دو قسم علم پناه بجوید و رسول الله صلی الله علیه و سلم همین را میگه. کدام دو قسم؟ یکی که خود علم منفعت نداشته باشه، سحر باشه، فلسفه های خطرناک باشه، و یا قوانین خطرناک باشه و افکار و اندیشه های خطرناک باشه، و یا هم از علمی که در اصل علم خوب است لکن او را انسان غلط استفاده میکنه، غرایز در اونجا داخل میشه و به شخص منفعت نمیرسانه.
و من قلب لا یخشع، و از قلبی که خشوع نداره. از این هم رسول الله صلی الله علیه و سلم به الله پناه میبره. خشوع یعنی اکثرا صحابه در عبادات قلبی زیاد اینا چی داشتن؟ اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم عبادات قلبی رو زیاد توجه میکردن. عبادات های قلبی مثلا خوف است و رجا هست، محبت الله هست، خوف الله هست، خشیت الله هست، رحمت است، توکل هست. تقریبا 18 قسم عبادات های قلبی هست. یکی از عبادات های قلبی خشوع هست و این یا چی است؟ خشوع هست. و این خشوع چی هست؟ که در قلب انسان وقتی که باشد ترس از الله می باشه، تو به الله خاشع می باشی که قلب تو به الله تسلیم است و از الله می ترسه و محبت الله و خشیت الله در او هست. تمام اعضای بدن انسان کنترل میکنه. در آیت شریف قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. این قلب خاشع در ظاهر هم خشوع را ایجاد میکنه. وقتی انسان قلبا از الله بترسه و در نماز استاد میشه، این تو نماز میخونه که انه که تراه، مثل که الله را میبینه. فإن لم تكن تراه فإنه یراک. پس این چی است؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم از تو قلبی که در او خشوع نباشه. وقتی که قلب خشوع نداشت، چرا؟ در حدیث دیگر رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه که در وجود انسان یک مضغه هست، یک پارچه خون از دست خدا میقسم کرده هست که این پارچه خون اذا صلح الجسد كله. اگر این اصلاح شد، پس اگر قلب خشوع نداشت، تمام اعضای بدن خشوع نمی داشته باشه و این سبب بدبختی انسان میشه. از این خاطر رسول الله صلی الله علیه و سلم از علمی که نفع نرسانه و از قلبی که خشوع نداشته باشه به الله پناه جسته است. و من نفس لا تشبع، و از نفسی که سیر نمیشه. این هم بسیار خطرناک نفس است. بعضی نفس ها هست هیچ سیر نمیشه. اگر مثلا یک موتر داشته باشه، میخواد که 10 موتر داشته باشه. اگر 10 تا داشته باشه، باز به 10 هم سیر نمیشه، خواسته میره. به خوراک، به پوشاک، به پول، به مال، هیچ، به قدرت، به هیچ سیر نمیشه. از این هم رسول الله صلی الله علیه و سلم به الله پناه میجه. و من دعوت لا یستجاب لها. دیگه مشکل چیست؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم از دعایی که اجابت نمیشه. چرا؟ بعضی دعاها هست که این اجابت نمیشه. یک نفر میگه والا ما بسیار دعا کردم، دعای ما اجابت نشد. رسول الله صلی الله علیه و سلم به الله پناه میبره که ما یا الله به تو پناه میبرم از اون دعایی که اون دعا چی نمیشه؟ اجابت نمیشه. چرا؟ چون در دعا شروط است. وقتی شروط دعا وجود نداشت، بناهن شرط از بین رفت، نتیجهش هم چی میشه؟ از بین میره. وقتی دعا میکنی، او شرایطی که در دعا هست، اول باید عقیده بسیار خوب توحیدی داشته باشی. چرا الله هست مشرک قبول نمیکنه. یک نفر در شرکیات مبتلا هست، صبح و شام دعا میکنه، دعایش الله قبول نمیکنه. یک نفر مثلا در دعای خود مثلا امو شرایط دعا را مراعات نمیکنه. پس اینال رسول الله صلی الله علیه و سلم از این 4 چیز به الله پناه خواسته: علمی که نفع نرسانه و قلبی که خشوع نداشته باشه و نفسی که سیر نشه و دعوتی که قبول نشه. از این 4 چیز رسول الله صلی الله علیه و سلم به الله پناه بردن. و خرجه اهل السنن. و اینجا میگه که ایره تخریج کرده اهل سنن. اهل سنن که هستن، مثلا وقتی که سنن گفته میشه، کتاب های سنن 4 کتاب غالبا در بر میگیره. سنن ابی داود است، سنن نسائی است، سنن ابن ماجه هست و جامع ترمذی هست. این 4 کتاب سنن میگن. اینجا چی هسته؟ ایره اهل سنن میگن. از این خاطر این کتاب های سنن است. و باز وقتی که
صحیح بخاری و صحیح مسلم هم که از یک جاشه و من الکتب السته، کتاب های سته. اگرچه بعضی جای به نام صحاح سته میگن، این غلط است. صحاح سته به خاطر اینکه 4 کتاب به نام کتاب های سنن هستن و اینا فقط صحیحین پیش علما در طول تاریخ این دو کتاب به نام کتاب های صحیح هست، صحیح بخاری و صحیح مسلم. اما کتاب های سنن که هستن اینا باز در جمله کتاب های صحاح نمیگن. چرا؟ به خاطر که در اینا احادیث صحیح هم است و وقتی که تحقیقاتی که علمای محققی که تحقیق در حدیث چی دارن، تحقیقاتی داشتن، باز در این کتابا احادیث ضعیف و احادیث موضوع اینا هم پیدا شده است. اما صحیح مسلم و صحیح بخاری اینا در جمله صحیحین هستند. یه عالم میگه که و خرجه اهل السنن، میگه اهل سنن ایره چی کرده؟ علامه ابن رجب حنبلی رحمه الله میگه که ایره تخریج کرده اهل سنن از وجوه متعدده، یعنی با روایات متعدده عن النبی صلی الله علیه وسلم و فی بعضها و من دعاء، در بعضشان میگه اطور هم آمده که لا یسمع، از دعایی که شنیده نمیشه. بعضی کسا وقتی که دعا میکنن اصلا دعایشان الله نمیشنوه، چون دعا از کی هست؟ از کسی هست که مبتلا به چی هست؟ مبتلا به شرک هست، مبتلا به کفر است، مبتلا به ارتداد هست، مبتلا به نواقض ایمان است. اینا لازم دعایش قبول نمیشه. و فی بعضها، و در بعضی از دعاها آمده که در بعضی روایت آمده اعوذ بک من هؤلاء الاربع، این قسم هم آمده است که من به تو پناه میبرم از این 4 چیز. و خرج النسائی، این نسائی که است، این کتاب نسا گفته میشه، بعضی ها اشتباها نیده نسائی میگن. این نسائی خود نسبت به نسا خانم ها میشه. این کتاب این علامه نسائی است، علمای هست که نام منطقه نسا هست، نام منطقه این به اون منطقه نسا از اون منطقه است. از این خاطر شما که اهل علم هستین این درست تلفظ بکنین. و خرج النسائی من حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم إني أسألك علما نافعا وأعوذ بك من علم لا ينفع. دیگه این هم یا اللهم إني أسألك علما نافعا، یا اللهم از تو سوال میکنم علم نافع و اعوذ بك من علم لا ينفع، و به تو پناه میبرم از علمی که منفعت نداشته باشه. و خرجه ابن ماجه، و ایره تخریج کرده ابن ماجه و لفظه ان النبی صلی الله علیه وسلم قال، میگه رسول الله صلی الله علیه وسلم گفت سأل الله علما نافعا، شما از الله سوال بکنین، دعا بکنین، طلب بکنین اللهم انی اسألك علما نافعا و تعوذ بالله من علم لا ينفع، و شما پناه ببرین به الله از علمی که او منفعت نمیرسانه. ببینید سلف چقدر در این راستا چی هست؟ اللهم انی اسألك علما نافعا و اعوذ بك من علم لا ينفع و تعوذ و اعوذ بك من علم لا ينفع. چرا؟ زیاد مثلا ببینید این اقوال سلفه، به خاطر اینکه که امروز ما و شما میبینیم عملا، خصوصا در عصر فتنه ها ما و شما بسیار فتنه ها زیاد است، بسیار کسایی هستن که علمشان برشان نفع نمیرسانه. چرا نفع نمیرسانه؟ چون شما طالب علم هستین، همیشه طلبات العلم متوجه ازی باشین کتابا که ما و شما میخوانیم. درس بزرگی که از این کتاب بگیریم که وقتی یک انسان در مدرسه شروع میکنه، در پانتون بالاخره به مرحله تخصص میرسه که کتاب های تخصصی سلف میخوانه، اینا در این راستا وقتی این کتاب ها خوانده میشه و تحقیقات علمی میکنه، انسان وقتی که اول شروع میکنه بسیار با اخلاص شروع میکنه و بسیار کوشش میکنه به سنت، به فرایض و واجبات، به سنت ها و مستحبات. یعنی ما زیاد کسایی را دیدیم که در اول بسیار زحمت کش بوده و زیاد میخواسته که مخلصانه خدمت بکنه، ولی وقتی انسان کمی پیشرفت میکنه، یک رتبه میگیره، یک لقب میگیره، یک این چیزا در دنیا برش داده میشه،
اینال اینجا شیطانهای انسی و شیطانهای انسی سر انسان چی میشه؟ شیطانهای انسانی و شیطانهای جنی، انسی و جنی. این شیطانها پشت زیر میگه، چرا که اگر یک عالم، یک طالب العلم گمراه شود، گمراهی از این سبب گمراهی 10,000 20,000 لکها حتی میشه. یک اشتباه و یک گمراهی از این سبب چی میشه؟ سبب گمراهی بسیار مردم میشه. از این خاطر اینی شیطان پشت زیر گرفت، هم شیطانهای جنی و هم شیطانهای انسانی. شیطانهای انسانی بر از این امتیازات میدن، از یک دو را کار میگیره، یا میترسانش، بندی میشی، کشته میشی، لط میخوری، عذاب میبینی. و در مقابل دیگه از یا میترسانش، در مقابل دیگه برش امتیازات داده میشه، چوکی برش داده میشه، قدرت داده میشه و منصب های بزرگ برش داده میشه و در پالوی از این مثلا برش مال داده میشه، خانه بسیار خوبش برش داده میشه، موتر بسیار خوب داده میشه. این سبب چی میشه؟ سبب میشه که این انسان در فتنه مفته و دین مثل احبار و رهبان چی میکنن؟ ان كثير من الاحبار والرهبان لا ياكلون اموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. این به مرض احبار و رهبان مبتلا میشه. احبار علمای یهود بودن و رهبان امو پیرهای نصارا بودن. علمای یهود بسیار علمیت داشتن و پیرهای نصارا بسیار عبادت رو میکردن و در غارها خو میکردن و نان نمیخوردن و لباس نمیپوشیدن و چی نمیکردن. الله متعال میگه که بالاخره وقتی که اینا مبتلا شدن به نفس خود در دنیا طلبی، بازی چی میگن؟ لا یاکلون اموال الناس بالباطل. اول شروع میکنن به خوردن مال مردم و باطل. از این بسیار احتیاط بکنین، مزدوری بکنین، جوالیگری بکنین، کراچیوانی بکنین، دکانداری بکنین، خب از چشمتانه به مال مردم نگیرین تا که میتونین وستانه برسن که امی انسان در عزت نفس داشته باشه. حتی رسول الله صلی الله علیه و سلم به صحابه چی میکرد؟ امر میکرد که از کسی چیزی سوال نکنین. ابوبکر صدیق سر شتر سوار است، امیر المؤمنین است. چی میشه؟ قمچینش از دستش، سر شتر سوار است، قمچینش خطا میخوره در زمین، پایان میشه و هم قمچین خودم میگه. اونجا چند نفر استاد هستن، جوانا صحابه، و هم میگه که امیر المؤمنین برای ما میگفتی که این کارا میکردیم. نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم شنیدیم که میگفت که شما از کسی چیزی نخواهید. از این خاطر علمای ربانی و علمای حقانی گشنگی را تیر میکنن، فقر را تیر میکنن. حتی یکی از استادای ما بود، چند نفر از ام قطارای ما در مدرسه پیشش رفتن، سال میکنن که بعد از نماز شام باید نماز شام خفتن پیشش میرن که در تاریکی شیشتن، برقایش رفته بود در تاریکی شیشتن. برش میگن استاد مولوی صاحب بسم الله نام داشت، در گذرگاه مسجد داشت، از وردک بود، مولوی بسم الله وردک بود، در مدرسه دارالعلوم عربی کابل درس میدن. و این عالم بزرگوار در اینجا چی نداشت؟ یعنی در تاریکی شیشته بود. میگه رفتیم که در تاریکی شیشته، استادی مولوی صاحب در تاریکی شیشتیم، برق رفته و باز مقتدی ها که بیان الکین هم که خود میارن چراغ میارن، خب من چراغ ندارم و چراغ تیل مسجد خلاص است. از هیچ کس نخواست، هیچ کس نخواست. پس گپ سر چی هست که اینالش در نیمه راه شیطان نه و انسان وسوسه ها میکنن. پس احبار چی کردن؟ احبار و رهبان اول اموال الناس بالباطل خوردن و وقتی که باز انسان در باطل مبتلا شد، بازی چی میکنن؟ و یصدون عن سبیل الله، باز مانع راه الله میشه. چرا؟ اگه کسی دیگه باز حق گفت، حق وقتی گفته شد خود باز ملامت میشه. از این خاطر باز مردم میگن که نه غلط است، اینا درست نیست. و قرآن هم تحریف میکنه، معنیش لفظ قرآن هم کس تحریف کردن نمیتونه، اما معنیش تحریف میکنه، احادیث تحریف میکنه، احادیث غلطی میکنه. از این خاطر متوجه بسیار زیاد باشین. اینا در اینجا
زیاد چی هست که انسان باید علم را از الله سوال بکنه که به نفعش باشه. چرا بسیاری کسا که علم داره لکن علمش برش منفعت نرسانده، در دنیا مشغول است در عایدات و در چی، مثلا در جوانی سعی میکنه چی ریش مبارک. یک روز من در یک رسانه در جوانی بسیار با اخلاص در مسجد بود و شاگردها داشت و درس داشت، حتی از ما دعوت میکرد که بریم در مسجدش دمو چیزش درس بتیم برای جوانها و برای اینا. بسیار کوشش میکرد، ولی امروز وقتی که سیل کنی ریشه کل کرده کمل، هیچ آثار تقوا و آثار ایمانداری و آثار نیست و حالا دیگه به همراه سیکولرها و به همراه بیدینا چی میکنه؟ شیشته حفظ قرآن، حافظ قرآن، عالم شهادت نامه اول نمره و چی شد اینه. از این خاطر وخرجه ابن ماجه ولفظه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله علما نافعا، که شما از الله علم نافع سوال بکنین و تعوذ بالله من علم لا ينفع، و به الله پناه ببرین از علمی که منفعت نمیرسانه. چقدر این عالم ایره تکرار میکنه و ما و شما ایره میخوانیم. اول ما و شما سر خود ایره باید چی کنیم؟ بسیار دقیق باشیم، بسیار بترسیم. چرا؟ اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات. فتنه محیا همی هست که علم انسان سبب ازی میشه که برش منفعت نمیرسانه. علمش، دعوتش، کلش چی میشه؟ یک دفعه به دنیا و دنیا طلبی میدم. دیگه از این خاطر میگه و تعوذ بالله، میگیرم رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت که و تعوذ بالله، و شما پناه ببرین به الله از چی؟ من علم لا ينفع، از علمی که منفعت نمیرسانه. و خرجه الترمذی من حدیث، این حدیث هم حدیث که اینجا ذکر شده، این علمای متخصص این گفتن حدیث حسن است، یعنی حدیث حسن. وخرجه الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم انفعني بما علمتني. سبحان الله. يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم يا الله اللهم انفعني يا الله برما منفعت بتي بما علمتني، بآنچه که مرا تعلیم دادی که من منفعت از رو بینم. علمه که مثلا منفعت نداشته باشه چی فایده؟ مثل که یک نفر بسیار پیسه داره، بسیار مالدار است، لکن امین مالش برش هیچ فایده نمیکنه، خودش گشنه است، خودش نان خشک و نان قاق میخوره. اینجا چی است؟ اللهم انفعنی بما علمتنی، یا الله برای من منفعت برسان با آنچه که برای من تعلیم دادی، و علمنی بما ینفعنی، و یا الله برای من علم بده که برای من منفعت میرسانه. یعنی تو علم بر ما یا الله بده، تعلیم بده، مرا توفیق نصیب بکن که ما رو یاد بگیریم برای من منفعت برسانه. از اون چیزی که من یاد دارم یا الله برای من منفعتش برسان. انسان همیشه وقتی که علم هم میخوای باید به الله رجوع بکنی که توفیق نصیب بکنه که علم حاصل بکنی. چرا بسیاری کساست توفیق برش داده نمیشه که علم حاصل بکنه، وقت زیاد داره، وقت به جای مصرف میکنه، 100 دانه کلیپ های منفی رو میبینه، یک کلیپ درس دین نمیبینه. این حالت انسان دعا بکنه که یا الله مرا توفیق بده که من در حلقات درس بشینم و علم یاد بگیرم، و باز دعا بکنه که یا الله از آنچه که ما علم گرفتیم مرا منفعتش نصیب بگو که من از علمی که دارم بر من منفعتش حاصل شه و من به علم عمل بکنم. بکنین أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم انفعني بما علمتني، بر من منفعت برسان به آنچه که بر من علم دادی، و علمنی ما ینفعنی، و بر من تعلیم بده، بر من یاد بده، علم بده و چیزی که بر من منفعت برسانه، مرا توفیق حضور بده. چرا یک کسی میره یک چیز را یاد میگیره که او برش منفعت نمیرسانه.
یا علم یاد میگیره لکن او علم برش منفعت نمیرسانه. و زدنی علما و این سوم است که ایره هم که میگه که یا الله علم مرا زیاد کن. چرا انسان همیشه باید کوشش بکنه که و ما اوتیت من العلم الا قلیلا. برای ما شما علم چی داده شده؟ قلیل داده شده. علم چی داده شده؟ قلیل کم داده شده. یک برادرزاده از ما پرسان کرد که استاد شما علمتان میگن که بسیار کم است. گفتم بله کم است. چطور کم است؟ برادر نگفتم مثلا در علوم اسلام 10 میلیون کتاب است. 10 میلیون کتاب است و بیشتر از اون. از 10 میلیون کتاب مثلا من زیادش خوانده باشم 100 تایشم. 9 میلیون و 9 لک و 900 و چقدر. اینا کل زیر من جاهل هستم. از این خاطر انسان همیشه چی کنه؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم امی چیزا میکرد، سه دعا را میکرد و ما و شما درس است که میگه اللهم انفعنی بما علمتنی و علمنی ما لم ينفعني و زدنی علما. این هم حدیث ترمذی هست و امام هذا حدیث غریب من هذا الوجه و رواه ابن ماجه هم ایره روایت کرده هست. خب و خرج النسائی من حدیث انس. یه حدیث دیگه است که نسائی از حدیث انس ابن مالک رضی الله عنه میگه که ان النبی صلی الله علیه و سلم کان یدعو، که انس رضی الله تعالی عنه میگه که رسول الله صلی الله علیه و سلم دعا میکرد اللهم انفعنی بما علمتنی، یا الله بر من منفعت برسان به آنچه که بر من تعلیم داده ایست و علمنی ما ینفعنی و بر من علم بده آنچه را که بر من منفعت برسانه وارزقنی علما تنفعنی به، یا الله بر من علم نصیب بکو، رزق که با او بر من منفعت برسانی. یعنی علم اساسش چی هست؟ ما و شما باید علم بخوانیم که دعا بکنیم که اما علم را که ما یک حدیث هم یاد گرفتیم برای ما منفعت برسانه. چرا مثلا یک نفر ببینی یک حدیث یاد میگیره و میره به او بسیار با اخلاص و با صداقت عمل میکنه، منفعت کرد. یک کسی دیگه ببینی که 10,000 حدیث خوانده هست اما در چند تاش عمل کرده، در 2 تاش هم عمل نمیکنه. پس و خرج ابو نعیم من حديث انس ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم انا نسألك ایمانا دائما. این رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه که یا الله ما تو سوال میکنم ایمان دائمی. فرب ایمان غیر دائم. استغفر الله نعوذ بالله. ما یا الله از تو ایمان دائمی سوال میکنم. یعنی انسان بگه وقتی دعا میکنیم که الله برای ما ایمان نصیب کو، باید بگیم که یا الله برای ما ایمان دائمی نصیب بکن و علم نافع نصیب بکن. چرا فرب ایمان غیر دائم؟ بعضی از ایمان هاست که اینا دائمی نیستن. و اسألک علما نافعا و یا الله ما از تو علم نافع سوال میکنم. فرب علم غیر نافع. بسیاری از علم ها هستن که اونا منفعت ندارن. ابی نعیم یک کتاب از حلیه میگن، در اینجا گفته که اللهم انی اسألک ایمانا دائما و حدیا قائما و علما نافعا و رواه ابن ابی شیبه بلفظ قریب و صححه سعد الشثری. خب و خرج ابو داود من حدیث بریده عن النبي صلی الله علیه و سلم قال ان من البيان سحرا. ان من البيان سحرا. ان شاء الله ما شما در درس دیگه میخوانیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.